راجبه کلو نزدیک کوته سدلی خان بود. صبح میرفت سری کار، شبام نگهبانی میدارد، مالی سرمایه داره بود، نگهبان بود. عصر که میشد خلاصه من و امیر ازمادی آب میوردیم با آب پاش گرار آب میدادیم. اونجا میدونی تنیس بود که میمدن عصرها اینا که پول داشتن تنیس بازی میکردن. من و حسین و امیر توپ دادیم، توپ جمع کن بودیم. اینا نزدیک ها غروب هم که میشد از مدرسه اومده بودیم میرفتیم تو آشپزخونه. آقا رضا آشپز بود، اون گفت بیان کمک ما. گوشت رو برای سیخ میکردیم، یه سیخ کبابه ما میداد، بقیه کار هم خودمون انجام میداد. بعد میگفت بریم بستنی درست کنیم. بستنی سفت میکردیم، هرچی سفت میشد خودمون میخورد. بعد دیگه چی بود؟ یه جعفر آقا بود، اسدالله خان، اینها اسدالله خان که پیش خدمت بود، جعفر آقا بهشتی هم که پیش خدمت بود تو کلو. بعد نبود. بعد چی کام کرد این کلو؟ تو این کلو سرمایه دار رو میمدن قمار میکردن، بازی، پوکه، رامی، یه بازی دیگه هم بود. پوک ما اینا بازی کرد؟ نه. بعد کلو که جول فاهو کجا بود؟ نه تو چهارباغ بالا بود. چهارباغ بالا بود. پرد و اصلی 4 میدونم یاد دارم. بعد یعنی چیز بوده؟ آواز میکرد عباس نگهبان بود. حالا اون موقع که شما آمده بود تو چندتون بوده شما اجازه میتونستن تو همه خوی بود. آره. یه روز صبح گفتن شما رفته از کجا؟ شهری کرد از بختیاری میخواد برگرده اینا. بودن این طرف اون طرف خلاصه میدون رو درست کنه، میدون رو آب و جارو کردند و رنگش کردند و مواظب بودن. ساعتی میدونم چند بود خلاصه کشا وارد شده اینا. خلاصه پلیس ریخ از در و دیوار اون ور خونه ها رو خلاصه زیر نظر داشتن. اتفاقا اومد با آجدانش یه طرف وایسده و ابوالفضلی و فیروزی هم یه طرف وایسده بودن اینا. آره تو کلو. البته میدون تنیس بوده اینا بازی میکردن. بعد که خلاص شده اینها حسنمون هم از ترسش رفته بود پشت یه تانک بود. موقع که شاه اومد نشست اون پیش خدمتش چای آورد، اول خودش چای و بعد برای شاه داده اینا. محسن یه نگاه کرد که یک پشت اینجا در سر آخه کچی میکنه. دستور داره اینا همه ریختن مثل مور ملخ دنبالی تیر. حسن خدا که ماده جعفر آقا بهشتی گفت این بسری من از ترسش رفته است این چنین که رهاش کردن ده. اینا هم مالی کلوب بود. میز بیلیارد هم داشت. ما به چه میمدن مثلا علی حضرت عبدالحسین اینا اونجا آشنا میمدن میز بیلیارد بود، بیلیارد بازی میکردن ده اینا. بعد نمون صبح تا شما اما پولی حسابی ما گیرمون نمید. دیگه همین چیزی دارم